الان که فصل برداشت تموم شده، خیلی از کشاورزا یک کار بسیار مهم رو انجام نمیدن و بعدش ناراحت و شاکی هستن که چرا محصول من سال بعد خوب نیست و یا درختم چرا دچار سال‌آوری شده. این قضیه از یک اشتباه رایج شروع میشه. خیلی از کشاورزا بعد از این که برداشت محصولشون رو انجام میدن، در باغشون رو میبندن تا سال آینده و دیگه به بعد از برداشت و تغذیه بعد از برداشت گیاه اهمیتی قائل نیستن، در حالی که این بخش از تغذیه گیاه بسیار اهمیت داره. شما به دید یک سرمایه گذاری باید بهش نگاه کنید که وقتی تغذیه بعد از برداشت انجام میدین، تمام مواد غذایی که از گیاه به واسطه میوه خارج شده شما یه قسمتش رو به گیاه برمیگردونید. مضافه بر این که وقتی که اول فصل گیاهتون تورم جوانه اتفاق میفته و به گل میره، ما برگی تو اون زمان نداریم و فتوسنتز هم میزانش بسیار پایین هست و خاک هم سرده که بر این اساس این مواردی که خدمتتون عرض کردم جذب تو حداقل میزان خودش وجود داره. بنابراین وقتی که شما فروت ست استفاده میکنیم در آخر فصل برداشت، مواد غذایی در سرشاخه ها ذخیره میشه و سال آینده گیاهتون برای ایجاد گل و تبدیل گل به میوه از این مواد غذایی ذخیره شده در سرشاخه ها استفاده میکنه. حالا اهمیت فروت ست برای ما مشخص شد. چرا ما به این کودها میگیم فروت ست؟ فروت ست به معنی نگهداری میوه هست و عناصر غذایی که در این محصول وجود داره همه اونها در جهت نگهداری میوه و تبدیل گل به میوه هست. چه آخر فصل شما استفاده کنیم و چه اول فصل از این محصول استفاده بشه. همه فروت ست ها 3 عنصر اصلی دارن: نیتروژن، بور و روی. حالا بعضی از فروت ست ها و شرکت ها یه سری مواد اضافه تر هم دارن، مثل انواع آمینو اسیدها و همچنین مولبدن. حالا چرا مولبدن داخلش هست؟ مولبدن در سنتز نیتروژن تاثیر مثبت داره و کمک میکنه که نیتروژن بتونه متابولیسم خوبی داشته باشه. از این جهت خیلی از فروت ست ها حاوی مولبدن هم هستن. خیلی از فروت ست ها به خاطر اینکه اول فصل فقط استفاده میشن حاوی آمینو اسیدها هم هستن، ولی برای فروت ست آخر فصل اصلا توصیه نمیشه از فروت ستی استفاده کنیم که آمینو اسید داشته باشه. چرا؟ آمینو اسیدها خودشون محرک رشد هستن و ما آخر فصل میخوایم گیاه رو به یک خواب فیزیولوژیک دعوت کنیم و نمیخوایم که وارد فازی بشه که خوابش عقب بیفته. آمینو اسید تا 3 الی 5% در فروت ست آخر فصل مشکلی نداره، ولی بیش از این اصلا توصیه نمیشه که استفاده کنیم و اگر که فروت ستی استفاده کنیم که فاقد آمینو اسید باشه که ارزش بالاتری هم خواهد داشت. یکی از عناصری که خیلی بدقلق هست و چه آخر فصل و چه اول فصلی که ما گیاهمون میخواد به خواب فیزیولوژیک بره آخر فصل و اول فصل میخواد گلدهی بکنه، خیلی کم توسط ریشه به خاطر سردی خاک جذب میشه، فسفر هستش و ما معمولا خیلی از مشکلات ریزش گل و میوهمون به واسطه کمبود فسفر اتفاق میفته. اگر در فروت ست شما فسفر وجود داشته باشه میتونه به شما کمک بزرگی بکنه. آخر فصل در سرشاخه ها فسفر ذخیره میشه و اول فصل هم فسفری که در فروت ست وجود داره میتونه کمک کنه که میوه بهتر با کیفیت تر و گل‌های بسیار قوی تری داشته باشیم. فروت شرکت لبین به اسم لبیتاژ حاوی 36% فسفر هستش که از این جهت نسبت به فروت ست‌های داخل بازار واقعا منحصر به فرد هست و وقتی که شما استفاده می‌کنید چه در سبزی و صیفی چه در درختان میوه کمک میکنه که ریزش گل فیزیولوژیکتون به حداقل برسه و درصد تبدیل گل به میوه‌تون به شدت افزایش پیدا کنه.